مسافرین مصاحبه پرواز 966 هواپیمای ایرتون به مقصد مشهد لطفاً تحت سوار شدن به خروجی شما Virgin Farming. Attention please. Airtime passengers on flight number 966 to Mashhad. سالهای زیادی تلاش کردم تا نقاش بزرگی بشم، ولی مشکلات زندگی منو بی‌انگیزه کرد، طوری که حتی تصورشم برام سخت بود. همه نقاشی‌هایی که کردم رفتن تو گوشه نمور زیرزمین که سالی یه بارم بهشون سر نمی‌زدم. شدن غبار خاطرات دور و سرد. استاد وقتی خبردار شد من میخوام از پیمان جدا شم، ازم خواست برم تهران. دلم میخواد با من راحت باشیم. من و تو همیشه با هم دوست بودیم، نه استاد شاگرد؟ من به خاطر شما اومدم تهران، کاری که بعد خیلی قبل از این انجام میدادم. ولی من حس میکنم این نوشین رو خیلی کم میشناسم. خیلی دوست داشتم کسی باشه که حرفای دلمو بهش بزنه، اما وقتی یه مدتی سکوت میکنی حرف زدن خیلی سخته، خیلی. الو. نه اومدم هتل. گفتم که میخوام تنها باشم. باشه تو مراقب خودت باش. خداحافظ. خیلی ممنون. مامان، شیرین، چرا به عهدتون وفا نکردی؟ مگه قرار نبود برگردین با هم بریم سفر؟ مگه قرار نبود رفیق نیمه راه نشیم؟ این قرصای لعنتی چی از جونم میخواد؟ وقتی هستم منو نمیبینه، حالا سراغمو میگیره. مگه حرفی بین ما مونده؟ تو بهتره بری به کارهای خودت برسی. نمیتونم تا فردا صبر کنم، باید امشب ببینمش. نوشین. سلام. سلام. بیا نوشین جان. راحت باش، من الان برمیگردم. ممنون. چرا همسرشون نیومده استقبال؟ حتما رفته سفرهای اکتشافی معمولشون.
خانم خدا. عجیبه، چرا این خونه همیشه بوی آرامش میده؟ خانم خدا حافظ. چرا نتونستم مثل استاد تو زندگی همه چی رو دوست داشته باشم؟ چرا نتونستم جسارت لازم رو داشته باشم؟ خیلی معطل شدی، ببخشید. خواهش میکنم. این مال شماست. مال من؟ بله. چی میخواد بگه بهم؟ چه راهی میخواد بذاره جلو؟ من این کار تو رو خیلی دوست داشتم. تو نمایشگاه دومت بود، اومدم بخرمش که شوهرت پیش دستی کرد خریدش. اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودیم. چه خوب یادتونه. خیلی زود ازدواج کردم، نه؟ منم تو همین سن و سال ازدواج کردم. عشق دیگه، وقتی میاد باید به احترامش دستا رو ببری بالا، تسلیم بشی تا ببینی چی کار میخواد باید بکنه. واقعا عاشقش شده بودم؟ عاشق چیش؟ فکر میکردم همه چیز همون طوریه که اون میگه. گفت بریم مشهد زندگی کنیم. گفتم باشه. گفت تا جوونیم بچه داشتیم. گفتم باشه. وقتی که شیدا دانشگاه قبول شد گفت خونه به این بزرگی بر چی بره خوابگاه بیاد با ما زندگی کنه. گفتم باشه. یک سال به خاطر سرطان زمینگیر شد. پرستاریشو کردم. مثل پروانه دورش گشتم. غذا گذاشتم دهنش. لگن گذاشتم زیر پاش. ناخوناش رو گرفتم. وقتی دوباره سرپا شد اصلا یه آدم دیگه بود. انگار من باعث سرطانش بودم. دیگه منو نمیدید. انگار نه انگار که من هستم. دست کم نگیرش نوشین. تو ارزشمندترین اتفاق زندگی رو تجربه کردی. توقع نداشته باش بابتش بهای کمی بپردازی. ارزشمندترین کاری که دیده نشه. دیده نشه؟ مگه تو ندیدیش؟ حسش نکردی؟ این دیده شدن نیست؟ وقتی پیمان حالش خوب شد خب حقم داشت. 1 سال تو خونه بدون درآمد. گفت باید پولای از دست رفته رو برگردونه. بعد رفت اون بیمارستان لعنتی و شریک شد. گفت شیدا بره کمکش بشه. حسابدارش، امین مالش. من موندم و یه خونه درندشت و آرش. شد همه عشقم، همه زندگی. بچه تو این 1 سال گذشته اینقدر از هم دور شدیم فکر کنم دیگه بود و نبود من واسش هیچ فرقی نداره.
من باید چی کار کنم استاد؟ بله بابا. الان برمیگردم. عاشقشم. چرا ولکن نیست؟ یا پیمان اونو تو جریان اومدنم گذاشته یا اون به پیمان اطلاع داده. سلام. نوشین. خوبی؟ هیچ تغییر نکردی. مثل همیشه خوشگلی. شما هم همینطور. این که شوخی بیش نیست. وقتی از شنیدم داریم یه کارگاه خیلی خوشحال شدم. نوشین هیچ معلومه تو کجایید؟ قد من برای تنگ شده بود. چند وقت کار نکردی؟ خیلی وقت. چرا؟ نمیدونم. خودم هم دارم به همین فکر میکنم. برای که راست بمون. خیلی حرف واسه گفتن داریم. فکر نمی‌کردم کارت به این پختگی باشه. بابات میگفت 14 ساله داره؟ 14 نه 15 سال است. 15. خیلی خوبه. از بچه یه هنرمند غیر از اینم انتظار نمیره. به بابات سلام منو برس. چشم استاد. بچه ها میدونین سهراب سپهری تو کلاس ما زنده شده؟ این فقط یه تشابه اسمیه. شوخی پدرمه. سپهری بزرگ. بهتره شوخی سپهری بزرگو خیلی جدی نگیری. همینطور. مگه داری شطرنج بازی میکنی دختر؟ روی بوم این چیزا رو بذار کنار. احوال شما خانم نقاش. از دیشب دارم همینجوری میگیرمتون، کلی نگرانتون شدم. گوشتونم که جواب نمیدید. تو خبر کارگاه رو به پیمان دادی؟ وقتی خبر کارگاه رو شنیدم گفتم شاید بدت نیاد. مادر جون چطوره؟ خوبه.
اگه بشنوه اومدی تهران کلی خوشحال میشه. به اون که نگفتی اومدم تهران. نه خیر، با روحیاتتون آشنام خانم. لطفاً به گیسو بگو نوشین تازه رسیده بود، خسته بود، رفت. کجا؟ اگه مادر جون فهمید اومدی تهران بهش چی بگم؟ بله. سلام مادر جون. پیمان جان سلام، تویی؟ نوشین چطوره؟ آرش هم چطوره؟ چی شده یاد ما کردی؟ با نوشین کار دارم. مگه پیش شما نیومده؟ نوشین اومده تهران؟ شیدا در جریانه. چیزی به شما نگفته؟ نه شیدا چیزی به من نگفت. خیلی خب، حالا شما نگران نشو، من هر جا هستن دیگه با هم دیگه. زنگ میزنم پیداشون میکنم. ببین پیمان جان من مریم جون تویی؟ من خیال کردم نوشینه. سلام مادر جون، خوبی؟ سلام جونم. پیمان زنگ زده بود؟ تو نباید به من میگفتی نوشین اومده تهران؟ چرا با کفش میری تو؟ چرا نوشین رو با خودت نیاوردی؟ رفت هتل مادر جون. ده هتل برای چی؟ نباید میذاشتی بره هتل. الو. شبتون بخیر شهروندان عزیز و ارجمند. اشاره داریم به چند مسئول خودشاخی. نمیدونستم اینجا ماموریت پاسخگو باشم. خروجی خیابان دکتر شریعتی و شرق به غرب روبه‌گاه سبز. نمیتونستم دسته باشو ببندم با خودم بیارمش اینجا که. الو. سلام آرش جان، خوبی؟ چرا رفتی تو خودت؟ نمیدونم چرا هر وقت از نوشین و پیمان حرف میزنم یهو به هم میریزی. نوشین داره همه چی رو خراب میکنه. نگرانم زندگیشون از هم بپاشه. دیگه چی نگرانتون میکنه مادر بزرگ؟ نوشین دیگه پیمان رو نمیبینه. اصلا اون وقتی هم که من مشهد بودم هی میومد برای من درد و دل میکرد که پیمان درکم نمیکنه، پیمان فقط به فکر خودشه. اما انگار همه چی برعکس بود. یعنی چی؟ چی داری میگی؟ خب پیمان مرد خوبیه، یه پزشک موفق با مسئولیت. چون حالا مشکلات کاری خودش هم داره، چون مثلا وقتی که مریض 6 ماه تو نوبت میمونه که دیگه نوشین نباید بیشتر از این ازش توقع داشته باشه. خب پس چشه این دختر خالت؟ چه میدونم.
خاله و شیرین که تو تصادف مردن نوشینی و از این رو به اون رو شد. نشسته گوشه گریه که من تنهام، پشت و پناه ندارم، هیچکی نیست بهش تکیه کنم. باید شوهر مثل شوهر من گیرش میومد بفهمه مرد بد که میگن یعنی چی. طوری میگی که انگار 10 سال با هم زندگی کردیم، اما کل قضیه شما 2 ماه هم نشد. سلام جلسه خیلی خوب جوابشون رو دادی. خوش آمد. مخصوصا این آقای امیری یه وقتی خیلی دور برمی‌داره، یکی باید جلوشو بگیره. اینا یه مش فسیلن که هیچ وقت از دانشگاه بیرون نیومدن دیگه. یه روزی از این پیله علمیشون در بیان بالاخره میفهمن کرمن یا پروانه. سفارش میدی؟ من یه سوپ جو میخورم. دارین که؟ بله. مرسی. شما نگاه من نکن، هرچی دوست داری سفارش بده. من غذای چرب و چیره بیرون بهم نمیسازم. اینجا بیمارستان نیست آقای دکتر، شما مهمون منی. من یه سلطانی. بعد الان میگی خب از اول بگو، من شاید دلم بخواد یه چیز دیگه سفارش بدم. هنوزم دیر نشده انتخاب کنی. چیز دیگه سفارش نمیدی؟ نه. خب بالاخره میخوای چیکار کنی آقای دکتر؟ این دستگاهو میخوای یا نمیخوای؟ تو تغییری نکردی امروز؟ نمیخوای. نه میخوام، عجله نکن. الو. نه من هنوز تو جلسم. آره یادم هست، میام دنبالت با هم میریم. اوکی. خیلی خوب، میگم حواسم هست، میام دنبالت با هم میریم واسه جلسم. خداحافظ. چرا انقدر اصرار دارین این دستگاه رو وارد کنی؟ ببین یه چیزی میخوام بگم، واقعا جدی بگیرین. یه دفعه دیدی همه جراحا علیه ما یه شورشی میکنن. من نمیدونم چه ربطی به جراحا داره. جراحا ربط نداره، به کی ربط داره؟ یه لحظه. بله. زود بگو ببینم چه کردی. خب بیشتر توضیح بده. خب چونه بزنینم من باید بهت بگم. یعنی چی نمیدن؟ ببین به جای اینکه اینقدر با من چونه بزنی بگی یارو چی میگه، با اون یارو چونه بزن بگی من چی میگم. خداحافظ. میشه لطفاً چند دقیقه این گوشیتو جواب ندی؟ نمیفهم واقعا. اگه یه اشتباه تو زندگیم کرده باشم همین سرمایه گذاری تو این بیمارستان بوده. از روز اول فقط دردسر پشت دردسر. واقعا چیزی به جز دردسر برات نداشته؟ الو خانم، من گفتم تهرانم. نه خواهش میکنم، نیازی به عذرخواهی نیست. شما فقط اتاق عمل آماده کنید، من سریع خودم رو میرسونم. مرسی. من برم. ببخشید یه روزم که اومدی تهران واسه خود وقت عمل گذاشتی؟ نه این بنده خدا ماجراش فرق میکنه. ماره فرقش در اینه که لابد دستمزدتو به دلار میده، نری ضرر میکنی. امروز شمشیر تو بدجور از رو بستی ها. ببخشید خب این دفعه اینجوری شد دیگه. ایشالله دفعه بعد جبران میکنم، بیشتر با هم حرف میزنیم. در ضمن دستگاه هر بخر ضرر میکنی اگه نگیری یا. من بعد کارم بهت زنگ میزنم. منتظر. سوپ رو برگردونم؟ نه بذارین باشه. ممنون. از اون دختر پرشور و با استعدادی که یه زمانی شاگرد من بود چه خبر؟ اون نوشینی که میخواست نقاش بزرگی بشه؟ دختر چرا نقاشی رو گذاشتی کنار؟ پیمان که عاشق کارت بود. با اون سواد نداشتش در مورد نقاشی همچین در مورد کارت و نقاشی حرف می‌زد که سر آدمو میبرد. خیلی وقت دیگه نمیدونم چی باید بکشم استاد. ساعت‌ها میشونم جلوی یه بوم سفید و خالی فقط نگاش میکنم. خود منم یه مدت اینجوری بودم بعد مرگ همسرم. همسرتون؟ کی؟ 4 سال پیش. متاسفم. مرگ عزیز خیلی سخته میدونم.
یادم اون موقع هر وقت شاگرد داشتین از خونه میرفتم بیرون. یه بار از پشت در صداتون کردن. یه طوری گفتن گیسو. معلوم بود چقدر دوستتون داره. مزاحم نباشم. مادر جون ازت شاکیه که رفتی هتل. اگه قرار نبود نگی من اومدم تهران. پیمان زنگ زده خونه، اونم فهمیده. الو گوشی؟ من الان برمیگردم خدمتتون. الو جانم. پرتابی ولکن نوشین نیست. واقعا تمرکزشو به هم زده. پرتابی؟ کی هست؟ دوست بابای نوشین. پدرش که مرد رفت آمدش به خونه اونا زیاد شد. منتها بعد فوت خاله و شیرین تو آمریکا. فوت خاله و شیرین؟ خاله رفته بود دیدن شیرین که جفتشون توی تصادف مردن. چه زجری کشیده این دختر. کی؟ حدوداً 1.5 سال پیش. استاد منو خیلی میبخشی. کاری برام پیش اومده، با اجازهتون باید برم. خواهش میکنم. فقط فردا تو آزاد بذار میریم خونه ما. حتما، باعث افتخاره. خدا خدا. بیچاره پیمان 10 بار تو این 2 روز زنگ زده جوابشو نمیده. اون وقت این آقا که زنگ میزنه. حالا از کجا میدونی که اونه؟ زنگش با بقیه فرق داره. یعنی نوشین اینقدر تغییر کرده؟ پیمان این چیزا رو میدونه؟ نمیدونم، ولی فکر میکنی میشه یه همچین چیز به این مهمی رو پنهان کرد؟ یعنی میدونه بود داره باش زندگی میکنه؟ نگفته بهتون؟ پیمان و نوشین از هم جدا شدن. منتها قراره تا آرش به سن قانونی نرسیده علنش نکنه. ببین افرا جان، کنتراست عمومی کارت خوبه، فقط این قسمت رو نرمترش کن. خدا نگهدار. خدا حافظ. خب بسه، این خیلی کنتراست شد.
الو سلام. گوشی الو. خب راجع به چی؟ آرش جان، من تو مسائل مالی تو و بابات دخالت نمی‌کنم. گفتم که دخالت نمی‌کنم. الو. آرش باشه من بهش تذکر میدم. شما برو، فقط لطفاً گوشی رو بده به آرش. آرش بابات کجاست؟ بر چی سغرا خانم اومده پیشه؟ الو. آره بگو. بعدا در موردش با هم حرف میزنیم. اون پیرزن رو اذیت نکنی یا؟ قربونت برم. خداحافظ. برای چی به این بچه نگفتی اومدی تهران؟ من به اون بچه گفتم اومدم تهران. من اون جونور رو خوب میشناسم، واسه گیتارش زنگ زده دیگه. خوبه. یکی بار آوردی لنگه خوده. آره خیلی خوبه، چون دیگه عوضش نگران آیندهش نیست. آره نگران آیندهش نیست. کجا؟ بیا برو سوار شو. نوشین مادر جون منتظر، بیا سوار. من میخوام برم هتل، کار دارم. بیا اونجا، خودم بعدش میرسونمت هتل. پیمان تو رو خدا اینجا دیگه بذار من راحت باشم. سوار شو مادر جون، منتظر. سلام یادگار دخترم. اومدی به مادر بزرگ سر بزنی؟ قربونت برم. قربونت تو برم. سلام آقای دکتر، خوش آمدین. دلمون تنگ شده بود. برم به غذا سر بزنم. بیا. شیدا جان چرا انقدر دیر اومدی؟ صبر کن. نوشین و پیمان رابطهشون خوبه یا هنوز همجوری سرده؟ نه مادر جون خوب نیستن. مگه ما با هم حرف نزدیم که تو بیای اینجا؟ قرارمون این بود که بری هتل؟ قرارمون یا تصمیم تو؟ چی داری میگی؟ بعداً در موردش حرف بیا اینجا جواب سوال منو بده. نوشین دارن باهات حرف میزنن.
قربونت برم، هنوز پوستش نکندی؟ ببخشید. عین مادر خدا بیامرزدی. رفتارت، حرف زدنت. اون خدا بیامرزم خیلی لجوج و یه دنده بود. اگه میخواست کاری رو بکنه همم جمع میشدن و اصرار میکردن اون کار خودشو انجام میدن. اما اگه نمیخواست کاری رو بکنه هر چی سعی میکردی نمیتونستی جلوشو بگیری. من مثل اون نیستم. خیلی ترسوام، جسارتشو ندارم. تو ترسی؟ نه. خدا رحمتش کنه. شیرین ترسو بود. خیلی محتاط و محافظه کار بود. تو همیشه شجاع بودی. با اینکه اون بزرگتر از تو بود اما تو مراقبش بودی. تو ازش حمایت میکردی. از وقتی که شیرین رفته باش فکر میکنم من ضعیفترین آدم دنیا. ای وای، ناراحتت کردم. مادر جون بیا اصلا جایی تو بخور. ولش کن. نوشین، من نگرانتم مادر. ببین تو آرشو داری. ماشاءالله باز خودش مردی شده. الهی من قربونش برم. این خاطرات همه رو بریز دور دیگه، فکرشم نکن. خدا رحمتشون کنه. اونایی که رفتن دیگه زنده نمیشن. تو زنده ها رو دریاب. پیمان مرد خوبیه. مراقبش باش. نه بابا دروغ چه مستنده. دیگه چی داری؟ میگم دیگه چی داری؟ هیچی بابا، همینا بود دیگه. ای خوب بود دیگه. اصلا اگه این کارو نمی‌کرد میگفت دیوونه است. خیلی خوبه کارش. پیمان چی شده؟ چی شد؟ هیچ. آخ که چه کردین مادر جون. آدم سیر نمیشه از خوردنش. نوش جونت مادر. بازم بردار. من تازه الان یادم افتاد که ناهارم نخورده بودم. تا ساعت 4 جلسه ناهارم ندادن؟ اینا جون به اسرائیل نمیدن. میخوای به من ناهار بدن. همه دکتر همینجوریه. شیدا آخه این چه جو حرف زدن مادر جون؟ نخیر، ما دکترها جونا رو از اسرائیل پس میگیریم. نوشین جان، مادر جون یه چیزی بخور. چشم. شیدا اون ظرف پلو رو بذار جلو دستش. نمیخوام مادر جان، بخوام خودم برمیدارم.
میگن این دستپخت ارسیه، ولی من نمیدونم این وسط چرا سر ما بی کلا مونده. تو یکی هیچی نگو، نوشین دستپختش حرف نداره. نه اگه حرف داشت که نمیگرفتمش مادر جون. به تو نگفته من شرط اول ازدواجم تست آشپزی بوده؟ بهش گفتم ببین من عاشقتم، دوستت دارم، میمیرم برات، همه اینا درست، ولی اگه آشپزیت بد باشه از عشقت سر به بیابون میذارم، ولی باهات ازدواج نمیکنم. بخند. با اون آشپزی عالیت همه رو یه راست میفرستی بیمارستان. دستپخت من بده؟ ای عجب رویی داره. تو یادت نیست هر دفعه میگفتی شام امشب با من دیگه اون برا پیدام نمیشد؟ ببین نوشین خانم چی داره میگه؟ به این نگو، این خودش به من میگفت امشب شام با شیداست نیا خونه. شیدا جان مامانت نگفته که میاد؟ چرا گفتن که یا آخر همین هفته میان یا هفته بعد. الو بله. مادر جون دستتون درد نکنه، من با اجازهتون اینا رو میبرم آشپزخونه. ببین پیمان جان، ورش دار ببر هتل، اسباباشو جمع کنه، ورش دار بیار اینجا. قرصاتو میخوری؟ تو با همون قرصام تحمل کردنت سخته. من دیگه هیچ وقت اونا رو نمیخورم. شیعه نکنی فکر کردی عمدن اون قرصا رو بهت میدم. چیه نوشین؟ داری چی کار میکنی؟ حواست هست؟ داری گن میزنی به همه چی؟ چیه؟ چی میخوای؟ چی کار باید بکنم من الان؟ چی کار باید میکردم که نکردم ها؟ کجا برات کم گذاشتم؟ کجا منو میخواستی که نبودم؟ داری تلافی میکنی دیگه، میخوای با من مقابله کنی، میخوای با من در بیفتی نوشیناره؟ من نمیخوام تلافی کنم نه مقابله، فقط میخوام تنها باشم. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد. اون کسی که تو ذهن تو ساختن وجود خارجی نداره. من توضیح خواستم ازت؟ نه واقعا فکر میکنی توضیح تو الان برای من مهمه؟ نه، چون تو دیگه هیچی برات مهم نیست. نه من، نه زندگیت، نه زندگی مشترکمون، نه آبرومون، حتی اون پسر عزیز دردونت هم برات مهم نیست. لطفاً پای آرش رو وسط نکش. اون بچه هم تو خرابش کردی با رشوهات، با حق و سکوتایی که دادی. من حق و سکوت چی رو دارم میدم؟ صدا من اینجا نبر بالا. من یه جوری باید جبران بکنم نبوده تو رو. من نبودم؟ من که همش کنار تو بودم، داشتم پرستاری تو میکردم. من پرستار میخواستم؟ نوشی من اراده کنم اینجوری دارم 1000 تا پرستار میریزه. من پرستار میخواستم؟ کی بود میگفت اگه عشق تو نبود من نمیتونستم با اون سرطان لعنتی مبارزه کنم؟ فقط من ایراد دارم، فقط ایرادای منو بگیر. تو هیچ ایرادی نداری، بی نقصی. نه تو بی فکری. میدونی چرا؟ چون اگه یه ذره فکر کنی سعی میکنی به من و آرش نزدیک بشی، به جاش داری چیکار میکنی؟ فقط داری از ما دورتر میشی. آدم به خودش میاد میبینه 24 ساعت من دارم با تو زندگی میکنم، یه دفعه میبینم 24 ساعت تو حرف نزدی با من.
یه لحظه فکر کن، یه ذره به خودت بیا، ببین واقعا چقدر تحمل کردنش سخته، چقدر عذاب آوره. یکم فکر کن. من گور بابام، اون آرش بدبخت مادر نمیخواد؟ دیگه واسه گفتن این حرفا خیلی دیره. آره دیگه واسه گفتن این حرفا دیره. خیلی خوب. حالا که دیگه واسه گفتن این حرفا دیره، پس بذار تهیشو برات بگم. ببین این بدبختی که این بختک افتاده تو زندگی ما، نه تقصیر منه نه تقصیر آرش، تقصیر توه. حالا مگه فکر میکنی با این خلوچل بازیات میتونی منو تحت تاثیر قرار بدی؟ کور خوندی. ببین نوشین، منو نگاه کن، من همینم، از اولم شغلم همین بوده، الانم شغلم همینه، قرار نیست چیزی عوض بشه. من عوض نمیشم، میخوای بخوا، نمیخوای. بله. نگران چی؟ نگران کی؟ نه خیر، لازم نکرده. بلند شو وسایلتو جمع کن بریم خونه مادر جون. بلند شو وسایلتو جمع کن، مادر جون گفته برت گردونم اونجا. به درک. دست نگه دار. افرا بیا. حرکت آزادانه قلم که گفتم همینه. دیدی از کدوم من رفت؟ برو گمش نکنی. چیه؟ نکنه باور نمی‌کنی؟ همین الان بهش زنگ زد را افتاد. اگه برات مهم نیست خب بگو.
واقعا فکر میکنی تو شأن من هست الان راه بیفتم تو خیابون دنبال زنم؟ نه تو شأن شما نیست، تو شأن من هست. حالا راه بیفتی. نمیتونم دیگه، به هیچ چیز اعتماد ندارم، حتی به راهی که گیسو جلوم گذاشت. زندگی پاشیده رو نمیشه درستش کرد. آرش اصلا دلم نمیخواد تو آسیب ببینی. همه دنبال زندگی خودشون، فقط من این وسط همه چی از دست دادم. چیه دوباره؟ تو گشنت نیست؟ نه من که دارم از گشنگی میمیرم. من میرم یه ساندویچ بگیرم. تو چی میخوری؟ هیچی نمیخورم. یه سالاد. نه میگم گشنم نیست، هیچی نمیخورم. گاهی یه نگاه پشت سرت هم بندازی و غافلگیرمون نکنه. یه الان نوشین بود رفت توی هتل دیگه ها. من میگم نوشین عاقل‌تر از این حرفاست، تو یه چیز دیگه بگو. باهوش‌تر از این حرف است. فکر کنم فهمیده داریم دنبالش میکنیم. آی شیدا خواهش میکنم دست از این کارات وردار، تمومش کن. فهمیده. الان اینجا مگه خونه استادش نیست؟ چرا؟ من میگم اینجا برام آشناست، خودم تهران بودم چند بار آوردمش اینجا رسوندمش. الان چیه داستان؟ ما الان اینجا چی کار داریم میکنیم؟ چیه خانم کارگاه؟ نکن هنوز متقاعد نشدیم. ما اینجا باید تا صبح بمونیم ببینیم کی میره کی میاد ها؟ را بیفت خستم. چند بار من هی دارم بهت حرف نمیخواد بزنی دیگه، واقعا کافیه، تمومش کن شیدا. من نمیفهم تو چرا نمیری دنبال زندگیت؟ چرا نمیرم دنبال آره زندگی؟ تو چرا نمیری دنبال زندگیت؟ من که داشتم زندگیمو میکردم. کی اومد هی نشست گفت زندگی منو نوشین به بنبست رسیده، اون دیگه منو نمیخواد. این پرنده درخت ندارد، این درخت پرنده ندارد و این ندارد، نه درخت دارد نه پرنده. شیدا گفته ما از هم جدا شدیم؟
عجله‌ای داره واسه این ماجرا. از همون نوجوانیش هم یه جور دیگه به پیمان نگاه میکرد. وقتی دانشگاه قبول شد دقیقا همون موقعی بود که شیرین رفت امریکا. من خیلی تنها شدم. فکرم شاید بتونه جای شیرین رو پر کنه. شد سنگ صبورم باهاش درد دل میکردم. نگاه همه چیزایی که من میگفتم و میرفت میذاش کف دست پیمان. ببین پیمان، من تو این مدت خیلی فکر کردم. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که تو اصلا آدمای اطراف برات مهم نیستن، اصلا نمیبینیشون. اون از نوشین که به این حال روز انداختیشون از من. وگرنه من داشتم زندگیمو میکردم. تو منو کشوندی تا اینجا، تو منو انداختی تو این مخمسه. من چرا نمیرم دنبال زندگی؟ خب یعنی هنوز براش مهمه؟ نه. اون زندگی خودشو داره. موفقیتاشو، دوستاشو. تو چی؟ نقاشیات چی شد؟ دوستات چی شد؟ من دیرمه، باید برم. خواهش نوشین، باید باید حرف بزن. دیگه چیزی مونده که نگفته باشی؟ بریم آقا لطفا. سلام. سلام.
واقعا میخواستی من ندیده بری؟ مگه نرفته بودی پیش بچه هات؟ جریانی شدو. یه هفته با سیمین دعوا داشتیم. منم از ترکیه برگشتم. چرا جواب پیام‌ها رو نمیدادی؟ اون همه برات پیغام گذاشتم. مگه جوابم داشتن؟ پیمان مگه تهرانه؟ تهران بود. اومده بود پیش تو؟ خیلی جالبه. اونجا که با هم زندگی میکنی شب و روز تنهایی. حالا نمیدونم چی شده یه دفعه محبتش گل کرده. نهار خوردی؟ لطفا منو برسون فرودگاه. فرودگاه برای چی؟ باید برگردم. دیگه بیشتر از این نمیتونم آرش رو تنها بذارم. این همه راه رو کوبیدم آمدم اینجا. یعنی تو نمیخوای یه روز بمونی؟ مگه به خاطر من اومدی؟ پس به خاطر کی اومدم؟ نوشین ببین، من خیلی نگرانتم. هر روز تو فکر منی. پدر تو رو دست من سپرد و گفت مثل دختر خودت باش رفتار کن. منم رابطه تو با پیمان، زندگی خودت. بله. پیمان، الو، چی شد؟ دیدیش؟ دیدی هوا من بود؟ نه. نه؟ پیمان؟ من که گفتم تو اشتباه میکنی. سلام آرش جان. خوبی مامان؟ آرش مامان، اگه من یه مدت میگم اگه من یه مدت نیام خونه تو خیلی خستم مامان، خیلی.